خلق الانسان علمه البیان میگه انسان که خلق شده باز یکی از ویژگی‌های خاص انسان نظر به دیگه مخلوقات دمی کره خاکی ما و شما، انسان به خاطر که نایب خداست، خلیفه خداست، جانشین خداست یا نماد از عظمت و بزرگی و جلال خداست، خداوند بازیر امتیازات تولید داده. یکی از امتیازاتش علم است و دیگه بیان است، نه نطق و بیان، نمی که گپ میزنیم. گپ زدن و علم یکی از امتیازات خاصه انسان است که به هیچ موجودی در دنیا خدا او را نداده. پس علم هر علمی که باشه که مقصد یا به درد دنیا بخوره یا به درد آخرت، و علم اینمو کلش در حقیقت خودش یک نعمت است. همین علم ریاضی و آماده کنکور رو میرم که آدم به این نیت بخونه که من یک دانشمند شوم، به مملکت خدمت بکنم، هم به مشکلات دنیایی مردم حل بکنم، هم مشکلات اخروی حل شود. آدم به این نیت ریاضی رو بخونه، نوام خودش یک درس خداشناسی است، یک علم است دیگه. واقعا که ریاضی و کیمیا و فیزیک هر کدامی در حقیقت یک پهنتون، یک دانشگاه خداشناسی است، به شرطی که انسان نمق یک شیمه پیدا کنه که به خاطر خدا بخوندش. یعنی خدا محور واضح است که اگر در کیمیا و فیزیک ما آدم بره مثلا یک فرمول کیمیا را شما پیش هر حیوان نوشته کنید میفهمن؟ نمیفهمن. فرمول بنزین نوشته کنید، فرمول بشریش پیش خرا و گوا پرت تا میلیون سال بیاب نمیبره. پس نمی یک علم از شفر است، نه کد است. همین سیستمای شفر و کد خدا در درون انسان که خدا مونده به می خاطر که یک نعمت الهی است دیگه. نال از خاطر شیطان وسوسه تو میکنه. بسیاری وقت آدم میگه فیزیک و کیمیا رو نخوان، گم نش که دنیا چی بدت میخوره که فیزیک و کیمیاشو بخونی. باز کاش که باز قرآن شریف هم باند، نه قرآن شریف هم او والا گمش کرده. بسیار برو اینا یک نماز خود خو میخونیم، بچهای فلانی چرس میزنه تو این نماز میخونیم ماشاءالله. همیشه از خود که به پایان متوجه میشن که این اولا فلانی قمار میزنه تو نمیزنی، گویا دیگه تو اولیای خدا هستی. این رقم آدم بازی میده. صحیح است، تو که چرس نمیزنی، تو با از خود که بالا را ببین که صحابه چی کرد، ببین که پیامبر چی کرد، ببین که شخصیت‌های بزرگ و مبارز مکتب اسلام در روی زمین چی کردن، تو با تو کارا را بکن دیگه. به او خاطر آدم هر حرکت انسان باید خدا محور باشه. درس فیزیک، کیمیا، ریاضی، نان خوردن، آب نوشیدن، قرآن شریف خواندن، نماز، کلش در محور خوشنودی خدا باشه. یکی خودم خسته نمیشه، یکی باز آدم میمان، آدم خیلی قوی میره. به او خاطر کوشش کنیم خوب به میاماده کنکورم به مزه بخورم. دینی مرحله که شما هستین جنجالای خانه نیست سرتان، نه در قصه دوغن هستین، آرد هستین چیزا که تشویش کنی که ولی آرد خلاص دوزه پیسه جیبا خالی از بیا کنیم. این تشویش ها سر شما نیست. فعلا مثلا به دوش پدر هستین یا به دوش برادر کلان است، مسئولیت نیست. از نظر فکری خوبترین میدان از برای مطالعات و برای علم که جنجالای خانواده و 20 رقم مرده و زنده و گپا باشه. باز آدم علاوه بر قدر استعداد داشته باشی، همین خود فشارهای دیگه زندگی و مجال نمیتید با مطالعات باشید دیگه. همین عمر که خدا داده نموره یک همت آدم کنه ماشاءالله صحیح بخونش به یاد خدا. به خدا توفیق بده.